4 حیوان عجیب که بزرگترین کلاهبردارا و فریبکارای دنیای حیوانات محسوب میشن. شماره 1 نه تنها توماشو گول میزنه بلکه زندگی مردم رو هم به کل مختل کرده. شماره 4 ماهی مرکب. این شعبده باز اقیانوس فقط استتار نمیکنه بلکه رسما تبدیل به حیوانات دیگه میشه. میتونه رنگ و شکل خرچنگا، ماهی‌ها و حتی طرح‌های متغیر کف دریا رو کپی کنه. این باعث میشه ماهی مرکب راحت تومه رو شکار کنه بدون اینکه اون بفهمه. شماره 3 پرنده لیر. این پرنده فقط صدای گونه‌های دیگه رو تقلید نمیکنه، صدای اره برقی، آژیر ماشین و حتی صدای شاتر دوربین رو هم تقلید میکنه. شکارچی‌ها گیج میشن، از صدایی فرار میکنن که اصلا وجود ندارن. شماره 2 آخوندک ارکیده. این حشره کنار گلا قایم نمیشه بلکه خودش تبدیل به گل میشه. باهاش شبیه گلبرگ به نظر میرسه، بدنش صورتی و سفید میدرخشه و حشرات گرد افشان فکر میکنن یه شکوفه بی خطر و به سمتش پرواز میکنن، اما به محض اینکه میشینن آخوندک شنان سریع اونا رو میقاوه که دوربین به سختی میتونه حرکاتش رو ردیابی کنه. اما قبل از اینکه مورد مغز متفکر آخر رو هم نشونت بدم، این بچه گربه بیچاره لای این نرده ها گیر کرده و یه دل مهربون میخواد که کمکش کنه. اگه قلب مهربونی داری یا ازش حمایت میکنی فوراً این ویدیو رو لایک کن و سابسکرایب و بزن، یه قلب قرمز برای حمایت ازش بذار تو کامنت ها. اما شماره 1 راکون. این دزد کوچولو فقط بامزه نیست بلکه حسابگره. راکونا میتونن قفلا رو باز کنن، درا رو باز کنن، پازلا رو حل کنن و راه حل ها رو تا سالها تو ذهنشون نگه دارن. اونا خودشون رو معصوم نشون میدن، یواشکی میرن تو خونه ها غذا میدزدن، غذای حیوانات خونگی رو میدزدن و حتی اگه کیف پول واقعی پیدا کنن اون هم میدزدن. شاید تو آینده بتونن یه بانک هم بزنن. اما یه سری حیوانات عجیب هم تو چرنوبیل هستن که رشدشون متوقف نمیشه و همه دانشمندا رو شوکه کردن. اگه میخوای ببینیشون همین الان ویدیویی که لینکش این پایینه رو ببین تا حذف نشده.